یعنی قسمت منصور و حسن قرار برن پسر گم شده حسن رو پیدا کنن. چی میگه؟ بگو. مگه رفیقا نمیدی وطن رو بیای؟ بابا تنها اومدم بابا، صدا گیرم بود. منصور آها منصور. شب جمعه یادمه. یا کام سابچه بتونه بچه اونجا چی میخواست بود؟ تو باید بده تو صف کنی. یاد رفته. کدوم بده یا میگه همون جهر شب جمعه رو میگی؟ بابا عجب آدمی هستی. بده گرفتی؟ کشش بده بچه ها دارن دریابی میکنن. شب جمعه چیه؟ بین خودم بمونه به کسی نگی. پول، منظورم پوله. ای بابا گیرش کشخور افتادیم هم. صدا محسن بود پدر سگ جاکش. اوی بابا محسن صدا میشنوی؟ محسن حالش خوب. اگه پولو نگیری بدون شورت ببینیش. حسن ازش بپرس بگو پولو کجا بیاری؟ ای بابا چی گوی خوردم و کش میمونم تو خونه فیلم سوپرم رو نگاه میکردم. چقدر دیرتر بیاری سراخ بچه بزرگتر میشه. اصلا میتونی تشخیص بده کدام؟ ببین احمد اگه دستش به سرم بخوره فیلم سوپرمون رو پخش میکنم با اونا کلی ویو بگیره و بدبخت بشی. زیادی رزرو میزنی حواست باشه. احمد به بابام بگو پول سریعتر بیاره. تخم سگ تو با یه بانایی حسن عجب تخم سگ بزرگ کردی ها. اینم آدرس سری بیاری تا اتفاقا ناگواری نیفتاده. آدرس تو الان را میافته. برم تو مخاطبم. حسن آشو چلاقی. حسن کرده پیری. اینم از این فرستادم کرده کیری. الان میرم آدرس چک میکنم. خب برم تو مخاطبا. احمد کسبرت فهمیدی؟ خب بذار ببینم کجا ساده. خب آدرس دیدم الان را میافتم. خب من برم پول آماده کنم بعد بریم. خب از تو فهمیدی کیه؟ لاش خوب؟ این همون یکی شب جمعه همینجوری مخفیانه یه ویدیو گیرتم چک کنید. حالا میذارم با اونا ببینید لایک کامنت هم دیگه بزن و آفرین. اصلا بیا بهت یونیفرماتو بدم آماده شیم برای ماموریت. برای آماده شدن برای ماموریت باید قیافه کلید رو درست کنی. باشه برای قیافت جمعی تخمه 50 ساله من. هی آقا که اون پشت نشستی این آقا هم بود؟ تو رو قصد دادم چیکار کنیم؟ خب اول صورت اصلاح میکنی بعد لباستو میپوشی میای تو دفتر من ما هم منتظر. باشه الان آماده میشه. دفتر منتظرم. آماده شدم دیگه کله گیری باشو ببریم. عزیزم این آقا هم بود؟ آره بابا تو چه عقب مونده هستی بگیر حرف ما رو دیگه. عزیزم مطمئن این آقا منه؟ باشو بریم از سوازی زنه یعنی بچه همو میکشن و باشه بابا گریه نکن الان راه میفته. ای بابا خدایا بابا چه کسخل داره میریم ماموریت. خدای خودت بخیر بگذر. بهش زنگ میزنم ببین کجاست. چند بار زنگ دادم ولی جواب نمیده. اما دست درد نکنه غذا خیلی خوب بود. نوشه جان همون زنگ میزنم ببین پول آوردن. باشه اما تا برو بازی کنم الان بهشون زنگ میزنم. فکر کنم کیرمون کرده. نه داداش فکر کنم شنبولمون کرده چون چیزی که هم میشستم کنم دوزان بیشتر نده. اصلا یه بار دیگه بهش زنگ میزنم شاید جواب داد. الان به زنگ میزنم. من آمدم سر قرار. شما کجایی؟ من همین الانم سر قرارم. با چرا گوه میخوری؟ من نمیبینم چرا. من یه خورده دیر زنگ زدم محسن گفت شش بود بردم غذا دادم بهش. چی میگه بگو. مگه رفیقا نمیدی وطن رو بیای؟
بابا تنها اومدم بابا صدا گیرم بود منظور. آها منظور شب جمعه یادمه. نه ولش کن، پولا رو بذار تو کیسه زباله پشت سرت. اصلا بذار ماموریت تموم شه زالو رو بهت نشون بدم. باشه الان پولا رو میزنم کیسه زباله. مسعود برو پولا رو بذار، من اینجا وای میستم گیر خیس میکنم، ممکنه مسلح باشه. خب تو چرا پولا رو نمیری بذاری؟ من میخوام مسلح باشم هوا داشته باشه. ای بیخواه خودم میرم. نگران نباش هوا تو دارم، یه 30 سانتی بزرگ و خوشگل همراهم. من رفتم بیخواه. این گیرمون چی شد؟ بکنم خونه را گذاشتم. ای تو هم ریدی ها، من خودم این چیزایی بردم. این گیرمون کجا رو؟ پولو گذاشتی؟ من قرار بود پول بیاریم خودمون. آره دیگه باید پول میآوردیم دیگه، قرارمون این بود. بابا من گفتی فقط کیسه سیاه بیار. ای خاک تو سرت، بس تو این کیسه چی الان آوردی؟ صبح تو خونه ریدم، چا بسته شد نصفشو انداختم تو کیسه. میرفتی ماشین با گوه بلند شده بود؟ آی چه خورده آی منصور خوبه؟ منصور؟ یا خدا منصور، یا خدا منصور زنده ای منصور؟ منصور باشو، منصور شوخی نکن. دوست داری با چی حسنه بزنم؟ با چوب بشوال بزنش. منصور بلند شدی خدایا، تو کدوم خری هستی؟ دوتا کون بردیم. یه سفید یه دونه سیاه. اون چی بود باشم ابو گوه میداد؟ باید کنم عین خیش بوده. آخ نه بابا عین منصور بود، قابلی نداشت، پیشنهاد سرشپز بود. میگم این عینه باشه حیوانی. اوه چیکار میخوای بکنی بابا؟ تازه بازی شروع شده. ها؟ من با ما چیکار کنی بیناموس؟ آقا نامردیه، من کیرم خونه جا گذاشت. دیگه همینه که هم.